درود بینندگان عالی قدر، در سال خوانش 2025 و 26 از 10,193 مکتب مملکت 1,094,330 نفر پسران و دختران مکتب را ختم نمود. در سال تحصیل 2025 و 2026 خوانندگان مکتب‌ها در المپیادهای منطقوی و بین المللی 24 مدال طلا، 46 مدال نقره و 57 مدال برنجی به دست آوردند. تاریخ 25 می سال جاری در تمام مؤسسه‌های تحصیلات عمومی مملکتمان چهاربینی‌های زنگ آخر برگزار گردید. همایش‌های امساله ختم در تعلیمگاه‌های منطقه تحت شعار غایوی نسل بلند معرفت پایه احیای سیوم صورت گرفته با روحی بلند وطن دوستی و شکوه و شهامت خاص تشکیل و گذرانیده شدند. گزارش‌های ما از مکتب‌های ناحیه سوخ. در ناحیه سوخ که قریب بیشتر از 90,000 اهالی زندگی می‌کند، 99% اهالی این منطقه زیبا را، این واحه دلربا را تاجیکان تشکیل می‌کنند و زیاده از 33 مکتب‌های تعلیم همگانی، کودکستان‌ها و مؤسسه‌های کسبی، تعلیمی کسبی هنری فعالیت می‌کند. می‌دانید وقتی که آدم کی وطن دوست می‌شود، کی و فرزند کدام ملت نباشد، کی وطنش را دوست می‌دارد، وقتی که وطنش و احترام می‌کند، وقتی که وطنش به قدر وطندار می‌رسد و وطندار به وطن آماده است که حتی جانش را فدا کند. انا همین اعتبار راهبری دولتمان سال به سال زیاد شدن غمخواری بر رشد زبان و فرهنگ تاجیکی در ولایت فرغانه، محبت مردم فرغانه را، صداقت و اخلاص مردم فرغانه را به ازبکستان، به سیاست واقعا انسان پرورانه داخلی و خارجی پرزیدنت محترم شوکت میرامانویچ میرزیویف خیلی زیاد کرد. یعنی مردم به این محبت، به این غمخواری با محبت، با صداقت جواب میدهند. در ازبکستان ثروت زیاد است، چه ثروت‌های زیر زمینی، چه روی زمینی، چه باغ و دیگر چیزها. اما بهترین ثروت، بزرگترین ثروت این دوستی خلق‌های ازبکستان است، از جمله دوستی تاجیکان و ازبکان. خیر خوش، با 11 سال لحظه های بی‌نظیری که در پس پرده های مکتبی با نفوذ گذشتند، برای هر یک ختم کننده همیشه کمی غم انگیز ولی در عین زمان خیلی هیجان آور است. صرف نظر از این هیجان، جوانان ناحیه سوخ با آینده خود اعتمادی کامل و قوی دارند، زیرا تبریکات دانه و صمیمی سرور دولتمان و ختم کنندگان مکتب‌های کشور بار دیگر اثبات نمود که در ازبکستان نو مسئله جوانان و دستگیری آنها نه یک رسمیت عادی بلکه اولویت بلندترین و سیاست استراتژی دورنمایی دولت است. در حقیقت سال خوانش 2025-2026 در تاریخ مکتب ما یک صحیفه مخصوص شد، چون که این سال 31 نفر ختم کنندگان ما که از آنها 24 نفرشان دختران می باشد پیشه آموزگاری را انتخاب کرده شدند. بغیر از این 2 نفر خوانندگان ما، سمیجان و شهینبک از فن متماتیک و انفرماتیکا سرتیفیکات گرفته پیش از مهلت به صف دانشجویان قبول شد. بختیار جسوربک باشد با گرفتن سرتیفیکات تاریخ امتیازنامه به فاکولته تاریخ داخل شدن و هم امتیاز گرفت. در مکتب ما معلمان کار میکنند که از استمای 70% وزارت تعلیم تا مکتبی و مکتبی ریسپوبلیک ازبکستان سزاوار می باشند. عطا منیرخان همچون معلمی پیشقدم صنف ابتدایی، همراه علی بابرجان همچون معلم انفرماتیکا داننده فن خود در ناحیه، در ولایت، حتی در ریسپوبلیک نام برآورده به گرفتن استمای وزیر صاحب شدند. خوانندگان ما نه فقط در دانشگاه‌های ولایت فرغانه، در دیگر دانشگاه‌های حدودهای جمهوری ازبکستان تحصیل میکنند. بغیر از این خواننده، یکی از خواننده بهترین ما غافور جانوف امروز در دولت کره تحصیل دارد.
امروز چنانکه که محترم پرزیدنت ما امتیازها رو پیشنهاد نمود، جوانها از همین امتیازها استفاده برده، ثمراناک استفاده برده، برای آینده به حیات تیار شدن، حیات اویلوی تیار شدن، از کامیابی‌های علمی که در ریسپوبلیک ازبکستان به آنها دسترس شده است استفاده می‌برند. بیجیز پرزیدنت ما سال خوانش 2025-26 را با تمام نمودن در روحیه شعاری معنویت والا پایدیوار رنسانس سیوم نگفتم. من باور دارم که در همین مکتب من هم، در همین مکتب ما هم، در یکی از دهه‌های زیبایی که در نزد کوه جایگیر شده است، عالمان، دکتران، شفاکاران، دادستان‌ها به وایه می‌رسند. در همین مکتب‌های میانی عمومی ناحیه سوخ، چاره‌بینی‌های تنتنوی زنگ آخر با روحیتی بلند و شادمانی به اندازه برگزار گشت. صحبت‌ها بیشتر در اطراف اصلاحات بنیادی ساحه معارف و امکانیت‌های وسیعی که امروز برای نسل جوان فراهم آورده می‌شوند صورت گرفتند. از نام خودم، از نام تمام آموزگاران جمهوری و خوانندگان ختم کنندگان صنف 9 و صنف 11 برای حیات آیندهشان، برای حیات مستقلانه برآمدشان به آنها موفقیتونه آرزومندم. ظفرهای نیکاندیش و صنف 11 ختم کنندگان و دانشکده‌های عالی جمهوریوی بغیر از جمهوریوی در تمام بیرون از کشور داخل شوند میخواهم. بغیر از این با صنف 9 ختم کنندگان باشند، من بعد خواندنشان و برای انتخاب کردنشان با تعلیم کسبی و وابسته به در مرکزهای آموزشی و سرتیفیکات‌های عموم تعلیمی صاحب شدنشان آرزو میکنم. برای یک کودک رو کلان کرده به وی تعلیم تربیت دادن 11 سال وقت میبرد. در این وقت استاد آموزگار همه جانبه هم تربیت میدهد، هم تعلیم میدهد و هم از همه جانبه حیات جامعه علم میبخشد. میگویند که استاد پیشبرنده جمعیت انسانی میباشد. من دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. من علم آموختن برای هر یک انسان این وظیفه اساسی است. برای چی اساسی؟ برای آنکه ماهیت انسانیگری در این دنیا پنهان نکردن، گم نکردن و برای انسان شده زندگانی کردن، آدم فرزند آدم شده زندگی کردن، علم آموختن شرط است. طوری که سرور دولتمان در سخنرانی تبریکاتی خود قید کرد، امروز ختم کننده عادی مکتب دهات فردا عالم مشهوری جهانی خواهد شد. جوانانی با استعدادی ما که امروز برای خود هدفهای بزرگ گذاشتند، تکنولوژی ها را ایجاد می کنند که فردا به میلیون ها آدمان خدمت خواهند کرد. دختری که امروز کتاب می خواند، پگاه کودکان را تربیت می کند که فردا رشد کشور را به سطح نو می برند. این سخنان صمیمی به جوانان سوخ هم قوه و بالهای بزرگی پرواز بخشیدند. من امروز ما در عرفه ختم نمودن مکتب میانه می باشیم. در دوام 11 سال ما طلبگان در این مکتب از استادانمان علمهای زمانی خود را در درجه خوب از خود نمودیم. من برای آینده خود کسب ژورنالیست را انتخاب نمودم و حرکت میکنم در این ساحه و موفقیت‌های کلان صاحب شدن. امسال در مکتب ما زیاده از 70 نفر ختم کننده ها هستند و هر یک آنها نیت دارند که بعد از امتحان‌های دولتی به دانشکده ها حجت‌های خود را سپرده طلبه تعلیم عالی گردند. با آنها البته از نام خودم از نام مأموریت موفقیت‌های بی‌نظیر خواهانم و در آینده صاحب کسب دلکشی خود شدنشان به امیدوار هستیم. در تربیت هر یک انسان اول رول مهم را پدر و مادر میبازند. اولین استاد این پدر و مادر است در عائله. بهشتی شادمانی خواهی برو خدمت به مادر کن، ثواب دو جهان خواهی برو خدمت به مادر کن. اگر شاه یا گدا باشی فقیر و بینوا باشی، اگر مرد خدا باشی برو خدمت به مادر کن. همین تربیت استاد و پدر و مادران هست که ما به درجه کمالان میرسیم. در رفت چاره‌بینی به خوانندگانی با استعداد مکتب که در دوام سالهای تحصیل به نتیجه بلندترین نائل شدند، سپاسنامه‌ها و تحفه‌ها سپرده شدند. همچنین
والدان این جوانان نمونوی که فرزندان لایق را به کمال رسانیدند مورد احترام و سپاس خاص قرار گرفتند. ساحه تعلیم در مکتب رقم 10 دهه دیمرزاد بیشتر اعتراف بلند را در نظر داشته است. در مکتب 10 760 نفر خوانندگان تحصیل می‌گیرند و در این حصه آموزگاران مکتب به اندازه است. آموزگاران با شرایط‌های خوبی همه طرفه تامین کرده شدند و این را با واسطه‌های تکنیکی با خوانندگان دسترس می‌کنند. خوانندگان مکتب ما در همه ساحه بخصوص در ناحیه تا ولایت حتی در ساحه سپورت اشتراک در المپیادها و دیگر آزمون‌ها فعالانه اشتراک میکنند که در این سهم به اندازه دارند آموزگاران مکتب. بنابراین آموزش زبان مادری بیشتر اعتبار جدی داده می شود و برای این همه شرایط ها مهیا آورده شده است. همه ما آموزگاران طالب علمان شکر میگوییم که همین چیزها را حکومت امروزی ما سرور دولت ما به اینابت گرفته دقت اعتبار الهیده میدهد. ما خواهش داریم که یا که نیت داریم آرزو داریم ساحه تعلیم را باز به آوانه بلند برداشته در ساحه تعلیم نسبت به خوانندگان اعتراف جدی میدهیم. جوانان سوخکی از چنین اعتماد بلند و غمخواری روزمره دولت قوت الهام تازه گرفتند امروز با جسارت نقشه های بزرگ و سری بلند به سوی حیات مستقلانه قدم می‌گذارند. ای هم صنفانم هم مکتبانم یادی شمایان در مغز جانم با هم بیایم با هم نشینیم از باغ دیدار شادی بچینیم شادی بچینیم سالها که خواندم من با شمایان در مکتبی مهر از علم و عرفان با هم بخواندیم درسی صداقت با هم بخواندیم درسی صداقت درسی رفاقت در یک دبستان درسی رفاقت در یک دبستان ای هم صنفانم دوستان جانم یادی شمایان در مغز جانم با هم بیایم با هم نشینیم از باغ دیدار شادی بچینیم شادی بچینیم قصه خانه از دفتر یاد با قلبی پزمان با خاطری شاد از زنگی اول تا زنگی آخر از زنگی اول
آهنگی اول آهنگی آخر آهنگی اول آهنگی آخر ای هم صنفانم هم مکتبانم یادی شما یاد در مغز جانم با هم بیایم با هم نشینیم از باغ دیدار شادی بچینیم با هم بیایم با هم نشینیم از باغ دیدار شادی بچینیم شادی بچینیم شهرک قزلتاغ در ناحیه پرکند از جمله محل‌های می باشد که مردمش تاریخاً با مهنت دهقانی، باغداری و هنرمندی زندگی می کنند. این منطقه در دامنه‌های قطارکوه‌های چاتقال جایگیر بوده، طبیعت زیبا و چشمسارهای فراوان دارد. در عرفه عید سید قربان بنای مسجد نو به استفاده سپرده شد که همه خرد و کلان از این نوگانی شاد و مسرور گشتند. مردم این شهرک با احترام کلان سالان، همسایه‌داری و همدیگر فهمی اهمیتی زیاد می‌دهند. در موسم‌های بهار و تابستان حشرهای دست جمعانه برای آبادی محله و باغ‌ها برگزار می‌شود. بنای این مسجد هم قسم با طریق حشر و دستگیری صاحبکاران محلی بنیاد گشت. Krasnogor shaharchasida mana bir ajoyib masjid qurildi. Bu masjid qurilishiga hurmatli prezidentimizni keyingi vaqtda xalqqa ko'rsatayotgan shunchalik yaqinliklari, shunchalik yaxshilik yo'llarga boshlashlari oqibatida xalq hisobidan hashar yo'li bilan shu masjid dunyoga keldi. Shaharchamizda turli millat vakillari bor. Bular o'zbeklar, tojiklar, qozoqlar, qirg'izlar, turkmanlar, 30 dan oshiq millat vakillari bor. Xalqimiz juda xursand. در شهری که قزلتاغ ناحیه پرکند تعلیم یکی از بخش‌های مهم زندگی مردم به شمار می‌رود. کودکان تحصیل ابتدایی و میانه را در مکتب‌های محلی می‌گیرند و بعداً قسم آنها تحصیل را در مرکزهای بزرگترین ناحیه و ولایت تاشکند ادامه می‌دهند. این پاسیوکا جاهای آباد 3 مکتب خودشانده 4000 باشگاه هر سال یکم صنف 3 تا 4 تا صنف می‌بیاد. همش 28 تایی 29 تایی باشگاه می‌بیاد. هر یک صنف. من امسال 100 تا گذشته برفت. حاضر یکم صنف. برای کودکان سنی تا مکتبی در منطقه کودکستان‌ها فعالیت می‌کنند. در این مؤسسه‌های تا مکتبی برای آماده سازی کودکان به مکتب فعالند. در چنین کودکستان‌ها کودکان خواندن و نوشتن، سرود، رسم کشی، بازی‌های تعلیمی و ملکه‌های اجتماعی را می‌آموزند. من خوشبختم. من در آغوش کودکان باشد به آغوش من هر روز به درگاه ما می‌بیاید. من با فرزندان ما خدا ما خوشبخت شود گفته با تربیتچی ها با باشگاه خوشبخت کردن حرکت میکنیم. بنا آباد در این درگاه 120 نفر کودکان هست. این کودکان را
ما با فرزند خدا ما میدانیم و هر روز با پدر و مادرانش به درگاه ما خرسند شده می آید و خرسند شده می دهیم با پدر مادرانش. از چنین شرایط ها ما منتدار هستیم. در منطقه پرکند بیشتر مردم با صاحبکاری عائلوی فعالیت می کنند. در آنها لباسهای ملی، لباسهای مکتبی، سر و لباس زنانه و مردانه اینچنین تغییر لباس دوخته می شود. به همین جای سان خودم ها ساختم، خودم های کوچه باکره. من حاضر اینجا محله زنانش کار کرده ایستاده است. خدا خالص با نیت های این سیخ با کلان کردن. هم خودم ها فایده، هم زنان با فایده. محله زنانش با کار تامین منم حاضر 10 کس کار کرده است. در ادا اویله و فایده عمده ایستاده است. خودم ها هم فایده شده است. با نیت ما این سیخ کلان تر کرده. 30 تا 40 تا فایده با کار تامین کردن. هم خودم ها فایده، هم اویله ها فایده. قزلتاغ با هوای مصفا و منظره های کوهستانی مشهور است. در سالهای آخر راهها، خانه های استراحت و انفراساختار محله رشد یافته، منطقه برای سیاحان جالبتر شده است.